بعضی درها وقتی قفل میشن برای بیرون نگه داشتن چیزی نیست. برای اینه که چیزی از داخل بیرون نیاد. این پرونده با یک تماس شروع نشد. با باز شدن یک در قفل شده شروع شد. 4 شب از تخلیه واحد طبقه 3 گذشته بود. ساختمان در ظاهر به آرامش برگشته بود. اما تجربه به من یاد داده بود که آرامش همیشه نشانه پایان نیست. ساعت حدود 4:20 بامداد بود که من با بوی رطوبت از خواب پریدم. نه صدایی شنیدم، نه زنگ خطری فعال شده بود. فقط بویی در هوا معلق مانده بود. بویی سنگین، قدیمی. انگار آب مدتها جایی جمع شده و کسی متوجهش نشده بود. وقتی از واحدم بیرون آمدم و به راهروی طبقه همکف رسیدم، دیدم آب از سقف چکه می کند. نه با شدت، نه با عجله. آرام و پیوسته. انگار که مدت هاست شروع شده و کسی تازه حالا متوجه آن شده است. اولین فکری که به ذهنم رسید نشتی لوله بود. چیزی معمولی. چیزی که در ساختمان‌های قدیمی زیاد اتفاق می‌افتد. اما وقتی مسیر آب را دنبال کردم، به جایی رسیدم که انتظارش را نداشتم. یک واحد خالی. واحدی که طبق مدارک ماه‌ها بود کسی داخلش زندگی نمی‌کرد. واحد در انتهای راهروی طبقه اول قرار داشت. دقیقاً زیر همان انباری بلا استفاده‌ای که اسمش در پرونده‌های قبلی چند بار تکرار شده بود. و دقیقاً زیر همان مسیری که بعدها فهمیدم بی دلیل نبوده است. در واحد بسته بود. قفل از داخل. کلید یدک را امتحان کردم. باز نشد. چند دقیقه بعد با آتش نشانی تماس گرفتم. نه به خاطر خطر فوری، بلکه به خاطر قانون. دری که از داخل قفل شده باشد و پاسخی ندهد باید باز شود. مأمورین آتش نشانی سر رسیدند. درب شکسته نشد. اهرم نزدند. فشاری وارد نکردند. قفل باز شد. تمیز. بی صدا. وقتی در باز شد، اولین چیزی که دیدم آب نبود. رد پا بود. ردهای خیس روی سرامیک سرد واحد. نه شلوغ، نه در هم. منظم. فاصله دار. انگار کسی با حوصله راه رفته باشد. رد پاها از داخل واحد شروع می شدند. نه از راهرو، نه از بیرون، نه از ورودی. و عجیب‌تر از آن همه ردها به سمت داخل واحد برمیگشتند. هیچ ردی به سمت بیرون وجود نداشت. هیچ نشانه‌ای از خروج دیده نمی‌شد. انگار کسی چند بار راه رفته بود و هر بار برگشته بود. اما نه به بیرون. مأمورین واحد را بررسی کردند. با دقت. با چراغ قوه. با گزارش. هیچ وسیله شخصی وجود نداشت. نه لباس، نه ظرف، نه تخت خواب، نه نشانه‌ای از زندگی. اما هوا سنگین بود. نه بوی آب، نه بوی فاضلا.
بوی ماندگی، بوی هوای استفاده شده. در گزارش رسمی نوشته شد واحد خالی است. نشانه ای از سکونت دیده نشد. اما مأمور در یادداشت شخصی خودش چیزی نوشت که هیچ وقت رسمی نشد. اینجا خالی نیست. فقط زندگی توش جریان نداره. وقتی مأمورین نقشه ساختمان را دوباره نگاه کردند، یک مسیر واضح شد. انباری بلا استفاده در مرکز ساختمان. بالای آن واحد طبقه دوم، واحد طبقه سوم و پایین آن همین واحد قفل شده. مسیر عمودی بود، نه راهرو، نه گذرگاه افقی. حرکت بین طبقات اتفاق می‌افتاد. در انتهای واحد یک اتاق کوچک قرار داشت. در اتاق نیمه باز بود. داخل اتاق هیچ چیز نبود جز یک صندلی پلاستیکی. همان مدل، همان رنگ. دقیقاً مثل صندلی که قبلاً داخل انباری پیدا شده بود. صندلی رو به دیوار نبود. رو به در اتاق قرار داشت و زیر پایه‌هایش رد ساییده شدن روی سرامیک دیده می‌شد. انگار مدتی از آن استفاده شده بود. اگر تا اینجا با دقت گوش داده باشی، احتمالاً متوجه شدی که این دیگر فقط یک پرونده مشکوک نیست. اگر حس می‌کنی این روایت آروم آروم داره در ذهنت جا باز می‌کنه، یه لایک ساده کمک می‌کنه این پرونده ها ادامه پیدا کنن. هیچ کس در گزارش رسمی ننوشت که صندلی انگار کمی گرم بود و هیچ کس ثبت نکرد که بعد از خروج ما درب واحد دوباره از داخل قفل شد. نشتی آب برطرف شد. قفل عوض شد. واحد پلمب شد. پرونده با همان کد همیشگی بسته شد. عدم شواهد کافی برای سیستم. ماجرا تمام شد. چند هفته بعد ساکنان ساختمان به نکته عجیبی اشاره کردند. شبها بین ساعت 3 تا 4 بامداد آسانسور گاهی بدون درخواست بین طبقات توقف می‌کرد. در باز می‌شد. کسی سوار نمی‌شد. کسی پیاده نمی‌شد. یک شب روی تابلوی اعلانات ساختمان یادداشتی نصب شد. لطفاً بعد از ساعت 2 بامداد از تردد غیر ضروری در راهروها خودداری کنید. هیچ کس نمی‌دانست این یادداشت به درخواست چه کسی نصب شده است. چند ماه بعد ساختمان برای فروش کارشناس گرفت. کارشناس در گزارش نهایی نوشت ساختمان از نظر سازه سالم است، اما پلان داخلی احساس مسیرهای تکرار شونده دارد. هیچ کس این جمله را جدی نگرفت. آخرین اتفاق نه با صدا بود، نه با تماس. یکی از ساکنان جدید صبح زود گفت من مطمئنم دیشب کسی از جلوی در واحدم
رد شد. پرسیدم کدام طبقه؟ گفت نمیدونم، ولی صدا از بالا نمی اومد. از پایین هم نه. اگر چیزی بین طبقات حرکت می کند، نه بالا می رود، نه پایین می آید، پس کجاست؟ اگر این روایت در ذهنت موند، میتونی کانال رو دنبال کنی. پرونده ها همینطور ادامه پیدا می کنند. چند ماه بعد در جایی خیلی دور از این ساختمان، جایی که شبها صدا زودتر از نور میرسد، مردی گفت اینجا هر شب یکی اسممو صدا میکنه، ولی هیچ کس نزدیک نمیشه و آنجا هیچ ساختمانی نبود.